آیا شما هم دوست دارید بازی میساید رو برای اندروید داشته باشید یا همون موبایل؟ پس این ویدیو رو تا آخر ببینید. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدید. جمع مثلا از کانال میسم ساریکس بچه‌ها میذارم که بریم سراغ آموزش دانلود بازی میساید برای اندروید. ولی بچه‌ها بهتون بگم که من خودم اینو تست نمی‌کنم، قراره که بهتون کامل بهتون میگم. حالا نگران نباشید به چه برنامه‌ای نیاز دارید و چطور بازی کنید. خود بازی بچه‌ها خودش، یعنی خود بازی میساید رو قراره با هم دیگه داشته باشیم. بریم سراغ این ویدیو، اما قبلش حتما لایک رو بزنید. اگه گوشتون حالا قوی‌تر باشه راحت‌تر بکنم اجرا بشه. بریم سراغ این ویدیو، اما قبلش حتما لایک رو بزنید. خب بچه‌ها، برای اول کار شما به سه تا برنامه نیاز، سه تا برنامه که نه بچه‌ها همین برنامه‌ای که حالا هستن دیگه. اولین برنامه زد آرشیور هستش که برای مدیریت فایل ها که نیاز دارید برای این برنامه، و برنامه دوم وینلیتور هستش. بچه‌ها برنامه وینلیتور میتونید از طریق والا سایت های ایرانی هستن گذاشتن، بچه‌ها راحت بدین دانلود کنید. حالا برنامه وینلیتور چیکار میکنه؟ برنامه وینلیتور بازی های ویندوز رو داخل همون گوشی میتونید حالا اجراش کنید، بازی ویندوز رو، و داخل برنامه وینلیتور باید چند تا کار انجام بده که بهتون میگم در ادامه. و برنامه از داشته هم میتونید لینک حالا دانلودش داخل کانال روبیکون میذارم، اگه نداری که معمولا همه دارن، ولی خب حالا میذارم لینک دانلودش داخل کانال روبیکون که لینکش داخل توضیحات هست. حالا برنامه سوم خود بازی میساید هستش که برای پی سی هستش که حدود 2.5 گیگه، نمیدونم دقیق. و بچه‌ها اینم بهتون بگم که اگه میتونید تک پارت دانلود کنید، حالا سایت هایی که تک پارت دو پارته که مثلا یکیش 2 گیگ یکیش نیم گیگ هستش، بچه‌ها دانلود نکنید حالا، چون سخت میشه دیگه برای اینو بخواید پارت به پارت رو نصبش کنید که همین سخت میشه، ولی همون یه پارتشو دانلود کنید که خیلی راحت تر بشه واسهتون. بریم سراغ ادامه بچه‌ها. برید داخل برنامه زد آرشیور و بعدش باید چی کار کنید؟ بعدش اینکه رفت فایلی که دانلود کردید میره داخل پوشه دانلود ها دیگه. به دانلود ها بچه‌ها روی فایل اگه مثلا باید استخراج میکردید، مثلا توی توضیحات نصب برنامه توی اون سایت نوشته باید استخراج کنید و فلان، اگه اینطوری نباشه که خیلی راحت میتونید زد آرشیور استخراج کنید. ولی اینو بهتون بگم بچه‌ها، برای اینکه استخراجش کنید روش نگه دارید و بعدش حالا روش نگه دارید، حالا مثلا حالا روش یک کلیک کنید که حالا هر دو رو امتحان کنید و بعدش شما اونجا استخراج در همینجا واسهتون میاد، یعنی همونجا توی پوشه دانلود تو بچه‌ها باید استخراج بشه. اینم بهتون بگم حالا که باید استخراج بشه. و بعد از اینکه کارو کردید برید داخل برنامه وینلیتور که بعدش باید یه کارهای انجام بدید بازی رو بیارید. بچه‌ها کاری که باید انجام بدید حالا چیا هستش؟ بچه‌ها شما باید اولین کاری که باید انجام بدید، باید آیکون به اضافه یا حالا اضافه کردن بخش بالا سمت راست رو کلیک کنید و بعدش اگه مثلا دستگاه شما قدیمیه نسبت به اون مثلا اسکرین سایزش رو شما میتونید انتخاب کنید و بر روی مثلا مقدار کمتری بذارید. اگه گوشتون قدیمی تر هستش مثلا 600 ضرب در 800 حالا 600 در 800 حالا اینطوری تنظیم کنید. حالا گوشین قدش رو به نظرم کمتر بذارید که راحت تر براتون، حالا زیاد نباشه. بعدش گرافیکس درایور که بچه‌ها دو کار انجام بدید. اگه گوشی شما قدیمی تر حالا مثلا اسنپ دراگون اینا نیست، خب مثلا حالا اون پردازنده اینا حالا نمیدونم دقیق اسنپ دراگون اینا رو خیلی قوی نیست، گزینه دوم بزنید. اگه مثلا اسنپ خیلی قویه حالا خودتون میخواید گزینه اول بزنید. گزینه اول تورنیپ هستش که اگه مثلا حالا اسنپ دراگون داشتید حتما اول بزنید. اگه دومی بود VIRGL رو بزنید که و بعدش بچه باید چی کار کنید؟ بعد از این همه این کار انجام دادید در نهایت شما باید تیک که پایین سمت راست رو بزنید، کانتینر جدید شما ساخته میشه. و بعدش باید چی کار کنید؟ بعدش اون کانتینر اگه اجراشو کانتینر یک هستش، حالا اون فایلی که میساید بوده 2.5 گیگ بود، حالا 2.5 گیگ بوده رو داخل حالا فایل exe باشه توی پوشه دانلود قرار بدید، پوشه دانلود موبایل قرار بدید. تو اول اینو بسازید، کانتینر رو بسازید و بعدش حالا اون بازی که استخراج کرد exe باشه توی دانلودها قرار بدید. شما باید سه نقطه کنارشو بزنید و بعدش گزینه ران رو بزنید. برنامه وینلیتور در این لحظه برای شما یه محیطی مثل ویندوز میسازه که اگه مثلا موس و کیبورد ندارید میتونید حالا با مثلا همین انگشتتون روی گوشی لمس کنید و راحت موس رو تکون بدید و و اگه دوبار کلیک کنید هم حالا دبل کلیک کنید نه مثلا چیز میشه دیگه، حالا انتخاب میشه اینا. و بچه‌ها در پنجره باز شده، خب برید سراغ درایو دی و بعد بچه‌ها
بچه توی درایو دی چی هست؟ توی درایو دی همون پوشه دانلود هستش که بازی‌ها توش باید. باید اون بازی میسازه بعد چیکار کنیم بچه؟ همین طبق روال همون سایت هایی که حالا اینا رو میزنن آموزش نصب بشم براتون میذارن که مثل کامپیوتر رو باید نصب کنید دیگه. همون بازی رو میتونید راحت نصبش کنید و بعدش شما بعد از اینکه نصب کردی خودش نصب میشه و بعدش حالا رو دوبار روش کلیک کنید و میتونید خیلی راحت بازی کنید. خب بچه برای اینکه بتونید کنترل رو اضافه کنید اول اصلا بچه باید اینطوری کنید و بکشید کنار صفحتون رو و بعد شما از این گزینه بچه باید اون فایلی که توی کانال روبیکام قرار دادم کنترلر هستش بچه باید اضافه کنید. من همین ویدیو رو از اینترنت بچه پیدا کردم و آموزش رو بچه الان داره میبینید. بعدش همینطور بچه اضافه کنید خیلی راحت فایلش هم داخل کانال روبیکام میذارم بچه. بعدش همینطوری وقتی اضافه کردید میتونید خیلی راحت توی گوشی هم میساید رو بازی کنید. حالا در کل بهتون میگم خیلی دردسر داره. حالا خودتون میتونید این کار انجام بدید، اگه نمیخوادم انجام ندید، ولی من که خودم میخوام حالا به هر حال تست نکردم. حالا خودتون میتونید به راحت انجامش بدید. حالا اگه بچا بد توضیح دادم واقعا ببخشید چون خیلی توضیحاتش پیچیده بود، به خاطر همین. بچا اینم از این ویدیو بود و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، چنل رو بکنید، زنگوله کنید بزنید و اینا از این ویدیو دیگر درود.